شعله‌های آتش. این از کجا در اومد؟ باید میخوردی، چیکار کنم؟ همینقدر کافیه. دوستم خیلی خوشبنیه نیست. ممنونم. متشکرم. چیز دیگه ای لازم ندارین؟ نه فعلا همین کافیه. ممنون. خواهش میکنم. ممنون. تو به من تیکه انداختی؟ خب چه فرقی میکنه؟ اگه شروع به خوردن میکردی بعد از 3 لیوان خودش میفهمیدی این کار نیستی و کلا نمیتونی بعدش را بری. پس این برای چیه؟ چون جور دیگه ای نمیخوای تعریف کنی. لجبازیت که شروع بشه دیگه کسی نمیتونه جلو تو بگیره. خیلی خوب، یه ذره از این میخوریم، بعدش مشکلتو میگی، منم گوش میدم. راستی یه لیوان بیشتر نمیخوریم ها. بفرمایید عمر خان. انقدر عوض شدی که چای رو رد میکنی؟ بهتر نیست به جای اینکه به من چای بدی بری مراقب مادرت باشی ها؟ اونجا بودم، غذاشو دادم، روشو کشیدم، تلویزیون رو روشن کردم، یکم دیگه میرم بهش قهوه میدم. خوبه، خیلی خوبه، عالیه. دیر نکن. ببینم تو داری کجا میری؟ من کجا میخوام برم؟ اینجا مغازمه، کجا برم؟ درد تو چیه ها؟ تعریف کنی رفتارا و قیافه گرفتن ها برای چیه؟ چه دردی باید داشته باشم ها؟ قیافم نمیگیرم. قیافه نمیگیرم؟ من اصلا اینجوری نگفتم. خیلی خوب باشه. باشه، تو همه چی میخوای؟ اینجوری بگم، دنبال جواب یه سوالم. چه سوالی؟ بپرس. چرا؟ چی چرا؟ چرا جوری رفتار میکنی انگار من تو رو ترک کردم؟ شاید چون همینطوره. همینطوره؟ آره؟ واقعا اینطوری شد؟ آره؟ من ترکت کردم؟ بله؟ من گفتم ما دو تا با هم نمیتونیم؟ من اینطوری گفتم؟ قبول، من یه همچین جمله گفتم اما منظوری نداشتم. خب منظورت چی بود؟ نصف شب اومدی؟ گفتی من فکرامو کردم ما نمیتونیم با هم باشیم، فایده ای هم نداره، نگفتی؟ گفتم یا نگفتم تموم شد، رفت پی کارش. موضوع رو ببندی. هیچی تموم نشده عمر خان. تو اون شب اومدی دست دوست دخترتو جلوی من گرفتی و پوز دادی. من قلبم درد گرفت. میدونی چرا؟ چون بعد تو چشمای هیچ کس نگاه نکردم، حتی یه بار. اول فکر کن بعد برام قیافه بگیر. خلاصه که یکیشون تو آنتالیاست، یکیشون تو خونه شوهرشه، تومریز خانمم زندانه. دیگه چیو برات تعریف کنم؟ چیزو بهت گفتم؟ آتیش گرفتن مغازه. گفتی تو کوچه موندیم گفتم؟ اونم گفتی. خب ببینم الان کجا میمونی؟ پیش عمر. عمر کیه؟ دوست پسرم. میشناسمش؟ نه نمیشناسیش، منم بعد از آتیش سوزی باهاش آشنا شدم. یه لحظه، با یه نفر که چند ماه پیش باهاش آشنا شدی همخونه شدی، درسته؟ آره، اما بهتره اینجوری نگیم که همخونه شدی، چون منم جور دیگه ای بهش نگاه میکنم. خب باشه، اما چه میدونم رویا، آخه تو خیلی... چی؟ من چی؟ ببخشید اینو میگم ها، اما تو با اون اسکندر سالها با هم بودین. خب حتی یادم یه وقتی میگفتی میخوام باش ازدواج کنم، اما هیچ وقت نگفتی میخوام باش همخونه بشم و از این حرفا. الان یه دفعه با یه آدم جدید همخونه شدی. تو کوچه موندم. حالا هر چی فرقی نداره. با دوست پسرت تو یه خونه ای؟ آره. این یعنی با هم تفاهم دارین؟ یا اینکه باورم نمیشه بخوام اینو بگم، اما عاشق شدی؟ آره عاشق شدم. صبر کن دختر، یهویی نگو، من نمیتونم هضمش کنم. مگه چیه خب؟ هیچی.
راستش برای یکی دیگه کاملا نرماله، اما عاشق شدن تو یکم مثل چیز میمونه. راستش مثل چی؟ مثل این میمونه که من عاشق بشم نمیشه. خیلی بدیا. یعنی ما حق نداریم کسی رو دوست داشته باشیم، عاشق بشیم؟ حقشو داریم، اما چه لزومی داره؟ تو واقعا سنگ شدی، سنگ. احساساتت مرده. تو هم احساساتی شدی. خوبه بیشتر از یه لیوان نذاشتم بخوری. بخوام میخورم. امتحان کن. چی کار میکنی؟ اخراج میشی. آره به این فکر نکرده بودم. بیا. آره همون دختره. اسمش چی بود یادت میاد؟ بیگم. باشه آدرسشو میتونی بگی؟ یه امتحانی میکنیم عزیزم. دستت درد نکنه. ممنون مهمت جان، زحمت دادم. ممنون. فعلا داداش فعلا. چی شد استاد؟ دختره اون مرده رو پیدا کرد. آها. آدرسشو میفرسته. باشه. خب این مهمت کیه؟ اونو کاری نداشته باش. بالاخره ما هم یه آشنایی داریم. بله. خب دیگه برو، زود باش باشه. برو بدو. باشه استاد. منم یکم بگردم، شاید یه چیزی پیدا شد. پس در تماسیم. باشه پسرم، برو به سلامت. خواه بگو. پسر تو خوبی؟ آره خوبم. بگو چی شده؟ چیزی شده؟ نه داداش چیزی نشده، تو حرفتو بزن. چیزه. استاد آلتان آشنای اون آدمی که سینان تعریف کرده بود و پیدا کرده، همون که توی تصادف مرده بود. خب اگه میخوای بیا. خیلی خوب باشه. تو آدرسو بفرست من میام. باشه. عشقم، میخوام امشب اینا رو تو تنت ببینم. خیلی بهت میاد. سلام. بفرمایین. با کی کار داشتین؟ ببخشید مزاحم شدیم. میخواستیم بیگم خانوم رو ببینیم. با بیگم چی کار دارین؟ چیز آبجی جون، میخواستیم در مورد یه موضوع که مربوط به پدرش حرف بزنیم. آی نه اون دیگه تموم شده. ما چیزی نداریم که بخوایم در موردش حرف بزنیم. چه خبره مامان؟ دخترم یه لحظه بفرمایید. سلام آبجی. ما اومدیم در مورد یه موضوع خیلی مهم باهاتون حرف بزنیم. میدونیم باباتون قاچاقچی آثار تاریخی نبوده. 3 سال پیش 22 سالم بود. تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم. بابام توی کارخونه تجارت دریایی کار میکرد. یه شب که شیفت بود فهمید که رئیسش با کشتی‌ها آثار تاریخی قاچاق میکنه. دوبله شده فردا صبحش با ما حرف زد. چیزایی که دیده بود و گفت. قبول نمی کرد. می گفت حتما درستون یامان خان نمیدونه. اون همچین کاری نمیکنه. رفت با اون حرف زد. اما اون درستون یامان بی شرف برای اینکه بابام سکوت کنه بهش پیشنهاد سهم داد.
و وقتی قبول نکرد چطوری شد؟ ظاهراً یه تصادف ساده بود. اونم روزی که میخواست همه چی رو اعتراف کنه. چه تصادفی نه؟ اینا دیگه چه آدمایی هستن؟ آره. خب شما هم شکایت کردین دیگه نه؟ البته، اما همه چی کاملا علیهش بود. خب چه مدرکی جور کرده بودن؟ تو صندوق عقب ماشینش چند تا از اون عتیقا رو پیدا کردم. خیلی مسخره است، درست نمیگم؟ طرف قاچاقچی و آثار تاریخی رو تو صندوق عقب ماشینش نگه میداره ها؟ اصلا همچین چیزی میشه؟ نه آبجی جون، نمیشه. باورش سخته، اما همینه. فقط این نبود، مدارکی رو کردن که نشون میداد بابام آثار تاریخی رو به خارج از کشور قاچاق میکنه. همشون ساختگی بود، کار خودشون بود، کار اون درسون عوضی بود. اما من نتونستم ثابت کنم به هیچ کس. راستش هنوز دیر نیست. ما هر جور شده پیگیر این موضوع هستیم، اما به کمک تو هم نیاز داریم. وقتش که برسه میتونی شهادت بدی؟ شما دیگه برین چون که بیگم برای هیچ چیزی شهادت نمیده. مامان! چه مامانی بیگم؟ چه مامانی؟ دخترم از اون روز به بعد اون آدم ها هر بلایی که تونستن سرمون آوردن. تو چند ساله نمیتونی کار پیدا کنی، ما رو نابود کردن، نابودمون کردن. کافیه دیگه، پاشین برین. نمیخوام دخترم رو قربانی اون آدم ها بکنم. باشه پاشین برین. باشه خانم، معذرت میخوام. ببخشید وقتتون رو گرفتیم. با اجازت بریم. رفتی آنتالیا دیگه زنگ نمیزنی؟ رویا چیچک اتفاقی برای خاله تومریس افتاده؟ نه، اون حالش خوبه، من خوب نیستم. اتفاقات خیلی بدی افتاده. تو از جونت سیر شدی؟ برای دوان نگو. گوش کن. گوش کن. به چی گوش بدم؟ میگم گوش بده عوضی. بین من و چیچک هیچی نیست. دروغگو. مرتیکه شیرین عقل. چیچک تو رو دوست داره، تو رو. عوضی داشت از ترس میمرد. با چشمای خودم دیدم داشت میمرد، به خاطر اینکه یه وقت بلایی سرتون نیاد. من تا حالا ندیدم کسی اینقدر یکی رو دوست داشته باشه. ندیدم.
من حتی این عشق تو چشای مادرم هم ندیدم، تو چشم هیچ کس ندیدم، فقط چیچک. اون حرفا رو به کسی زدی که حاضره به خاطرت بمیره. باور نمی‌کنم. ببین دیوونه، اگه واقعا بین من و چیچک چیزی بود چرا باید تو رو از زندون می آوردم بیرون؟ ببین اون تو رو دوست داره، خب خیلی دوستت داره. من زندگی چیچک رو نابود کردم، باشه من زندگی چیچک رو نابود کردم، ولی دیگه اجازه نمیدم همچین اتفاقی بیفته. فهمیدی؟ تو عاشقشی. زده به سرت. عاشقشی. اون تو رو دوست داره. حرفم اینه. حرفو زد به من، گفت تو تغییر کردی، اصل و نسب تو فراموش کردی. فکر کرده چون تمریز خانم همه چیزو به اسم من زده. منم گفتم آخ جون همه چی عالی، همه چی رو به راهه، منم برم حالشو ببرم. اینا مال من نیست که، همش مال اطلسه. مگه میشه یه حدث از این پولم بردارم؟ مگه من همچین آدمی هستم؟ یعنی اصلا منو نشناخته، ولی حرف دیگه ای زد که اون لحظه فکر کردم قلبم از جاش در اومده، قلبم دو تیکه شد. عزیز دلم، صدای شکستن قلبمو شنیدم. چی گفت که انقدر ناراحت شدی؟ گفت با اسکندر لاس میزنی و باش رابطه داری. چی؟ اسکندر این وسط چی میگه؟ کجا دیدتون؟ اومده بود اطلس رو ببینه. چیچک تو چرا میذاری این آدم دور و برت بچرخه؟ اگه موضوع اطلسه، برای اطلس هم بهترین چیز اینه که از قاتل مادرش دور باشه. روی صدا تو بیار پایین، بچه میشنوه. بشنو به خودت بیا. این چندمین اشتباهته، هر جور نگاه میکنیم اسکندر هست. چه اشتباهی بابا؟ چه اشتباهی؟ میفهمی چی میگی آخه؟ تو هم مثل علی فکر میکنی؟ نه اونطوری فکر نمی کنم. اما یکی دوتا نیست. زنده بودن تو مخفی کردی، بعدش علی اسکندر رو با چاقو زد، بعد تو گول اسکندر رو خوردی، هویت تو فاش کردی. فکر میکنی اینا رو نمیدونم؟ اما جوری رفتار میکنی که انگار نمیدونی. تو رو خدا به خودت بیا. گیر دادی به اطلس، به خاطر اون اسکندر رو دنبال خودت میکشونی. چون من اطلس رو خیلی دوست دارم، میخوام خوشحال باشه. وقتی هر کدومتون از این در بیرون میریم، من و اطلس هستیم که تو این خونه با هم تنها میمونیم. من وقتی داشتم تنابا به گردنم مینداختم، اون بچه پاهای منو بغل کرد. اگه من الان دارم نفس میکشم به خاطر حس محبت اون بچه است، بدون هیچ شرط و شروطی. به خودم میگم لابد محبت مادر فرزندی همچین چیزیه. یه نگاه خاصی به من داره، انگار بچگیام داره بهم نگاه میکنه. بدون مادر، بدون پدر، بدون پناه، بی سرپرست، مثل من. چیچک باشه، اینطوری نگو. تو بی کس و کار نیستی، باشه من کنارتم. پس یکم منو درک کن. از اینکه همیشه باید درد و خجالت بکشم خسته شدم، از اینکه بخوام همیشه اثبات کنم خسته شدم. خیلی خوب، ببخشید، من دارم سعی میکنم مراقبت باشم. من به مراقبت نیاز ندارم، به درک شدن نیاز دارم. اسکندر اطلسو خیلی دوست داره. اگه بدی شده به من شده. فهمیدی من سوختم، به خاطر اون سوختم. اینو فراموش میکنم؟ معلومه که نه، ولی این فرق میکنه. کلا یه داستان دیگه است. اسکندر در مقابل اطلس یه آدم دیگه میشه، مثل بچه ها میشه تبدیل به یه آدم دوست داشتنی و خوب میشه. من میبینم، میدونم اون آدم خوبیه. متوجه هستی داری از اسکندر دفاع میکنی؟ ازش طرفداری نمیکنم.
خب علی شما رو چطوری دید که انقدر دیوونه شد؟ میفهمی چی میگی؟ متوجه هستی که داری تیکه میندازی؟ اسکندر نامزد تو بود رویا. منم همینو میگم دیگه. قطعاً با علی موافق نیستم، اما سعی کن اونم درک کنی. خواهش میکنم چیچک به خودت بیا، خواهش میکنم. بذارم بیان داخل چلبی خان. باشه بفرمایید. میخوام تنها باشم. گفتم میخوام. بیا خوبی؟ ها؟ خوبی؟ چطوری؟ بقیه چطورن؟ خوبیم. تومریس همه خوبن. تومریس هم که میدونی فعلا بازداشته. تو همچین روزایی تنهاشون گذاشتم چون اومدی پیش بچت. تو منو درک میکنی نه؟ البته. خب من کار درستی کردم، اینو حس میکنم، اما با عقل جور در نمیاد. چون با فکرت برنده نمیشی، با قلبت برنده میشی. برنده میشم نه؟ تا زمانی که بچت نفس میکشه تو برنده ای. ببین کنارشی. ببینم مگه نگفتی میام اینجا تا اگه قرار باشه بلایی سرش بیاد سر من بیاد. همینطوره. آره من و تو شبیه هم دیگه ای. اسم تو جمرس، اسم من خانومه. اسمت خانومه؟ خانوم بود یه زمانی با دخترم. باشه ما سالها فرار کردیم، تو پناهگاه موندی، بعدشم جدا شدی. تو خروجی دادگاه بهم گفت جون تو ازت میگیرم. باورم نشد، نترسیدم. یه سویت برای خودم گرفتم، هم کار کردم هم از دخترم مراقبت کردم. خوشبخت بودیم، فکر کردم خلاص شدم. یه روز اومدم خونه، نبود، دخترم نبود. اون اتاق کوچیک که برام بزرگ و بزرگتر شد. تلفنم زنگ خورد، گفت بیا بگیرش. رفتم همون جایی که گفت، کارشو کرد. جون منو ازم گرفت. بچم روی سنگ خوابیده بود. گفتم الان سردش میشه، بذار بلندش کنم. نتونستم بلندش کنم. بس آروم باش. به چیچک فکر میکنی؟ آره، مشکلات خاله تومریس خیلی کم بود. الانم که علی.
و اسکندر؟ به نظرت زیادی دورور چیچک نمیچرخه؟ چیچک دختر احساساتیه، برای همین خیلی سریع به بقیه اعتماد میکنه. باشه چیزی نگفتم. نگین چون اون خواهر منه. استاد. بچه‌ها سلام. استاد خوش اومدین. بفرمایین بشینین استاد. ممنون استاد. چطوری؟ خوبیم استاد، ممنون. کنجکاو شدم. دادگاه تمریز خانم کیه؟ خبر جدیدی هست؟ امروز با وکیلش حرف زدم، هنوز مشخص نیست. زن بیچاره به خاطر هیچی داره حبس میکشه. ما هم نمیتونیم کاری بکنیم استاد. دارین میکنین دیگه عمر. برای جمره تمریز خانم، هر کسی که این مردی که اونو تو درد سر انداخته. تعریف نکردی اوزان؟ چیو؟ آها فرصت نشد استاد. این خانومی که امروز دیدیمش. آره بیگم. رئیس بابای اون یه کسی به اسم آرماتور دورسون یامان فورتونوگلوه. اسمش برام آشناست. میشناسیش؟ آره فکر کنم چند بار تو مهمونی‌ها دیده بودمش. آره ممکنه، اما قضیه بیشتر از این حرف هست. اینطوری بگم که این یارو از شرکای چلبیه. یعنی چی؟ من همچین چیزی نشنیده بودم. آره به صورت رسمی توی یه شرکت با هم شریکن. ببینم. به نظرم از این یه چیزی دستگیرمون میشه. چی کار کنیم؟ خب مشخصه از کارای این دورسون یامان چلبی سر در میاریم. ببین دقیقا. بعدش هم گیرشون بندازیم. حالا من 6 تا از اینا دارم. 5 تا برای اون عوضی که شوهر سابقم بوده، یکیش برای خودم. خانم تو کار درستی کردی. آره اینو فقط مادرها درک میکنن. از اینجا با دخترت میای بیرون صحیح و سالم. خب تا اون روز هر کاری لازم باشه انجام میدی. من اینم میدونم. من 17 سال به یک گلوله دل بستم و زنده موندم. تو شبیه من نباش. باشه خانوم، تا من نمردم از این خونه با دخترت باید بیای بیرون. اینو به من بده کاری. اینطوری نگو. نه بمیر نه بکش. با دخترت زندگی کن. تو من دیگه حرفامو زدم، بقیهش با خودت. تو هم به من گوش بده. قول بده نه میکشی نه کشته میشی. خانوم قول بده. مراقب باش. قول بده خانوم. پشیمونم نکن که بهت گفتم. بس دیگه. موفق باشی. اوزون. الو آبجی جمره. میخوام یه کاری برام انجام بدی، هستی؟ اگه بتونم البته. اگه تو بخوای هر کاری از دستت برمیاد میتونی. اوف روزمو ساختی. ببینم چقدر قشنگ مامان بزرگتو نقاشی کردی. میخوام یه چیزی بگم. نظرت چیه تا مامان بزرگت برمیگرده همه این نقاشی که براش کشیدی و تو اتاقش بزنی؟ وقتی اینا رو ببینه خوشحال میشه. ناراحت نباش، قرار زود بیاد. وقتی
وقتی برم به دیدنش دوست داری چی از طرف تو بهش بگم؟ اونو خیلی دوست داری؟ باشه بهش میگم. عالی، بیا ببینم، بیا بشین. من در مورد یه چیزی خیلی مشتاقم. یعنی که این قراره من و تو با هم حرف بزنیم؟ اگه تو اینجوری راحتی به هیچ کس نمیگم که با هم حرف میزنیم. به هیچ کس نمیگم، فقط کافیه حرف بزنیم. دوبله شده در به خدا راست میگم. حتی به مامان بزرگم؟ به اونم نمیگم، فقط کافیه که تو با من حرف بزنی. وقتی تو حرف میزنی من خیلی خوشحال میشم عزیز دلم، عزیزم. چی شد؟ مامانم با هم قهر کرده. چرا این حرفو زدی؟ میخوام مامانم بشی. مامانم قهر میکنه. مامانا هیچ وقت با بچه هاشون قهر نمیکنن. حتی اگه یه مامان دیگه بخوام؟ مامان تو رو خیلی دوست داره. اون میخواد همیشه تو خوشحال و شاد باشی. خوشحالی تو خوشحالی اونم هست. ای بابا اینجوری اشک نریز عزیز دلم. بازم میخوای بری؟ نه، بهت قول میدم که دیگه جایی نمیرم عزیزم. عزیز دلم. چیچک خانم، علی خان اومدن. نترس. جایی نمیرم، نترس. باشه من دیگه اینجا میمونم، پیش تو میمونم، نترس. چیچک، من فکر کردم یکم زیاده روی کردم. یکم؟ دست خودم نبود. فکر کردی حالا که با تو نیومدم بدو رفتم پیش اسکندر؟ حق با توه. ای کاش فقط حق با من بود. من تیکه شدم علی. تو اولین پسری بودی که دست منو گرفتی، اولین و تنها ترین. تو همه چیز من بودی. به چه حقی اون حرفا رو بهم زدی؟ به چه حقی اون حرفا رو بهم زدی؟ به چه حقی علی؟ پس بیا بریم، تو رو خدا بیا از اینجا بریم. نمیتونیم فراموش کنیم. میتونیم. چرا نمیفهمی اطلس؟ چه اطلسی چیچک، چه اطلسی؟ بچه مردم به ما چه هر غلطی میخوام بکنن. من دیگه نمیتونم تو رو بشناسم. تو همون آدمی نیستی که من عاشقش بودم. تو کی هستی؟ تو عشق منی؟ ها؟ یه نگاه به سر و صورتم بنداز. حتی نپرسیدی چی شده. چیچک تو چت شده؟ من سوختم. این بلاها سرمو من سوختم. این شد. اینه داستان، اینه. اگه داری در مورد درد حرف میزنی، من بیشترین دردا رو کشیدم. چی داری میگی تو؟ هر آدمی یه بار میمیره. من 1000 بار مردم و زنده شدم. روزا به فکر خودکشی بودم. هر شب به خدا میگفتم ای کاش فردا خورشید طلوع نکنه. هر صبح با این حس بیدار شدم که باز بیدار شدم و زندم. بسه دیگه، بسه. یه نفر از من نمیپرسه که چیچک چطوری حسه، چطوری خوبی؟ میگی دیگه تو رو نمیشناسی. معلومه که نمیتونین بشناسین. آره نمیشناسین، چون درسته من خیلی عوض شدم، تغییر کردم. خیلی خوب میدونم که از این به بعد چی میخوام اینجا بمونم و برای اطلس مادری کنم. اطلس بهونه است، به خاطر اون مردی که هست. هنوزم این حرفا رو میزنی؟ آره بازم میگم. تو اصلا به من اعتماد نداشتی، اصلا نتونستی اعتماد کنی. دختر من به اون اعتماد ندارم، به اون طرف عاشقت شده. عاشق چیچک ببین، دوباره غرورم زیر پا گذاشتم و اومدم. این آخرین باره.
آخرین باریه که میگم. چیچک راه برگشتی وجود نداره. بیا. این کارو نکن. این کارو در حقم نکن. دوباره این بدیو در حقم نکن. عزیزم تموم شد. تموم شد. کاش تو آتش سوزی میمردی. کاش که کافیه دیگه. دخالت نکن آرزو. باز دوباره چی شده؟ هیچی. انگار این بار چلبی نیست، چیز دیگه ایه. چی شده؟ اونه؟ کی؟ دختره. به خاطر چیچکه؟ به خاطر اون دعوا کردی؟ نامزد دیوونش به من حسودی کرد. چی؟ چه میدونم، میگه من عاشق چیچک هستم و از این حرفای چرت و پرت. غیر از اینه؟ آرزو تو رو خدا تو هم شروع نکن. اسکندر، من تو رو خیلی خوب میشناسم. تنهایی تو، بیچارگی تو، خشم تو، پشیمونی تو. قبل از رویا رو، رابطت با رویا رو. اما هیچ وقت اینطوری ندیدمت. میدونی چون تو رازدار منی. رازدار؟ یه بار شده به این فکر کنی که دلم میخواد بیشتر از این باشم. آرزو من تو رو خیلی دوست دارم. خیلی. اما نه اونطوری. تو چیچک رو دوست داری. چرت نگو، عصبانی میشم. یعنی اینقدر دوستش داری؟
اون برا چه خبره؟ چی؟ نفهمیدم. فکرت اینجا نیست؟ خواستم ببینم به چی فکر میکنی. وای، موضوع چلبی و درسون. من خیلی میترسم که این دفعه هم دوباره شکست بخوری. آخ عشقم، به این چیزا فکر نکن. ببین اومدیم بیرون هوامون عوض شه. تازه من یه پیشنهاد بهتر از شکست خوردن دارم. چی؟ بلوط. نه نمیگم. بریم. سلام علیک داداش. علیک سلام، خوش اومدی. ممنون. بفرمایید. یه 100 گرم بمونه. البته. ای وای، انگار دنیا داره بهمون میخنده. ما هم بخندیم. عمر، میگم خوراک استوریه. یه سلفی بگیریم؟ بگیریم. داداش میشه لطفا یه عکس ازمون بگیری؟ البته، چرا که نه. ببینم. بفرما. عمر. ممنون داداش، دست در خیلی ممنون، لطف کردی. بذار ببینم. خوب افتادیم ما. خب به نظرت چند تا خرس اینجا هست؟ 1 2 3 4 5. میخوای دونه دونه بشماریشون؟ میبینم که میخندی. بلوتمونو بگیریم داداش. بفرمایید. دمت گرم داداش، زحمت. نوش جونه، چه زحمتی داداش. خوشت اومده؟ به نظرت چند تا خرس هست؟ تو مهمونی اینطوری اخم نکن. باید بخندی، میدونی که. چطوره؟ یا این؟ چرا اینقدر خوشگلی؟ منو ببین. بگو. همیشه اینطوری بخند. بهت قول میدم این دفعه از فرصتم خوب استفاده کنم. کافیه منو تحت فشار نذاری. کاری نکن که کارایی که دلم نمیخواد بکنم. میدونی چی خیلی ترسناکه؟ اینکه خودت هم حرفایی که میزنی و باور میکنی. من برات کافی نیستم. راستشو بخوای همه دنیام برای تو کافی نیست. تو کافی هستی. کافی نیستم. اسینجه کافی نبود. منم کافی نیستم. چون مشکل تو این که با من باشی یا با یکی دیگه نیست. مشکل تو با مادرته. مشکل تو با فکرای تو ذهنته. مشکل تو با مادرته که بهت اهمیت نداد. برای همین هر کاری هم بکنی، فرمانداری که هیچ رئیس جمهور جهانم بشی، بازم کافی نیست. بازم حس میکنی یه آدم بی‌ارزشی. تو با آدم ها بازی میکنی تا دوست داشته باشن. اگه کل دنیام دوست داشته باشه بازم برات کافی نیست. کل دنیا برام مهم نیست، تو مهمی. من دوست ندارم. منو دیوونه میکنی، بعد نقش مظلوما رو بازی میکنی. تو اومدی پیش من فهمیدی؟ بیا. همه چی آماده است. باشه. حاضری؟
این جلو ازشون عکس بگیر. خودتون خانم جلو میشه ازتون عکس بگیرید؟ لطفا این برو نگاه کنی. میخوایم ازتون عکس بگیریم. لطفا به این بر نگاه کنی. خواهش میکنم. بله این برو نگاه کنی. یه لحظه دوربین این برای نگاه. لحظه اینجا رو می‌بینی؟ یه لحظه به این برای نگاه. یه لحظه این برو نگاه کنی. خواهش میکنم. یه لحظه لطفا این برو نگاه کنی. جمله خانم لطفا. یه لحظه دوربین این برای نگاه. لحظه اینجا رو می‌بینی؟ چلا میخوام وایس. استاد اوزان این یارو درسون یامان امشب قراره بره به مهمونی که چلوی کرد. میدونم استاد، دیدم. چطوری؟ خودم اومدم. آفرین به تو پسرم. برای ورود چجوری تونستی ردیفش کنی ها؟ بالاخره ما هم یه آشناهایی داریم استاد. کلک. خب موفق باشی. ممنون، شما هم همینطور. بله. دوبله شده در استدیو جرمی